با عرض سلام به کل شما رسانیده‌ایم که امروز علاقه یک برنامه ترانسفری زیاد از 70 تهیه نمودیم و کل آن معلومات را از معتبرترین سامانه ترانسفری دنیایی یا خود ترانسمارکت دی منظورتان میکنیم. با تکیه به معلومات دقیق ترانسمارکت میتوان از آن سر کرد که لوئیس سوارز به انگلیس برگشت، ولی راستی این نه همون سوارز بارسا است که همگان در نظر دارند. این لوئیس سوارز حمله‌ور 22 ساله رئال ساراگوسا است که با انجام مهلت اجاره به واتفورد برگشت و من بعد در چمپیونشیپ انگلیسی برآمد میکند. نیم حمایتگر 31 ساله تیم بشکتاش جنر ارکین که زمانی در سسکا میدانداری میکرد چون فوتبال بازی آزاد با گزارش داخل استانبولی به فنربخچه گزارش کرد. در این میان کریل پانچنگ 30 ساله که چند پیش از دینامو جواب داده شد یک پرواز آزاد به تنبوف انجام داد. گایل کلیشی زمان صاحب نام در انگلیا که عین حال 35 سال دارد پس از قطع‌شوی مولت همکاری با استانبول به شکل خیر عین حال بباشگاه است. تقدیری به همین مانند را در استانبول بازیگری دیگری شورتیار پرمیر لیگ انگلیا را دامنگیر است و این هم مارتین شکرتل اسلواکی است که عین حال 35 سال دارد. ماکس کروز 32 ساله باشد پس از مدت‌های نچندان زیادی بباشگاه بودنش اخیراً در اونیون برلین ادامه مسند ورزشی میکند، در حالی که حمایتگر مرکزی 22 ساله ریمز و مقصد اساسی ترانسفری آرسنال لندن اکسل دیساسی برای عوض 16 میلیون یورو به موناکو گزارش نمود. خیلی هم مهم است که در این میان از چهره نودرخش ایرانی فوتبال حرف زنیم. وینگر چپ ایرانی تبار استرالیایی دانیل ارزانی که 21 سال دارد و در موندیال 2018 از خود سر و صداها بلند کرده بود، آن زمان به من سیتی گزارش کرده بود. انا در همین میان موسم دانیل ارزانی با امید کسب تجربه بیشتر از من سیتی به اوترخت هلندی به اجاره روان کرده شد. وینگر 23 ساله من سیتی جک هاریسون باشد طریق اجاره به لیدز یونایتد آمد. باید اعلام نمود که تیم سرمخلصی لیدز دسته است که پس از تنفس 16 ساله نوکک بازگشت به پرمیر لیگ انگلیا نمود. همچنین لیدز یونایتد حمله‌ور مرکزی 18 ساله دیگن اتلتیک جو گلخارت را که برای چلسی و سلتیک هم مهم بود برای عوض 1 میلیون یورو خریداری نمود. مارکو فابیانی 31 ساله باشد چون فوتبال بازی آزاد تیم السد قطر را با تیم مکزیکویی جورایس عوض نمود و با همین بازگشت به وطن کرد، ولی در این میان نباید از گردش ترانسفری برزیلی شهروند رسیه شده فراموش کرد. ژوازینیو پس از خروج شوی از صف دیناموچیون مسکو با یک پرواز آزاد به ساحل‌های سوچ خود را رساند. اصلا سبب اصلی به سوچ رفتن ژوازینیو البته که با کراسنودار با موافقه رسیده نتوانستن در خصوص شرطنامه می باشد. در صف سوچ باشد ژوازینیو رقم 22 گرفت. با ادامه سخن سری فوتبال روسی میسازد اعلام کرد که حمایتگر مرکزی تیم پروجا از دیویزیون دوم ایتالیا سلابادان رایکوویچ چون فوتبال باز آزاد با مهلت 1 سال به لوکوموتیو مسکو آمد و با همشهریش مارک نیکولیچ همراه شد. در تورین باشد پس از آمدن پیرلو به سر رهبری یوونتوس اخیراً تقدیر چند از بازیگران معلوم شد و یکی از آنها الکی فهمید که به او احتیاج ندارند. این نفر بلیز ماتویدی فرانسوی است که 33 سال داشته یوونتوس را به اینتر میامی MLS عوض کرد. باید گفت که ماتویدی به تیم بکهم رفت با نفری که چند سال پیش در PSG همدسته بود. همزمان مسی ژاپنی باز هم در رئال نماند و این مورد به اجاره به ویلیارئال رفت. باشگاه بین هم در مورد اجاره یک ساله تاکیفوسو کوبو و موافقه رسیده تا تابستان سال 21 کوبو با پیرانهای زرد میدانداری خواهد کرد. در موسم قبلی باشد این نیم حمایتگر به طور اجاره در صف مالیورکا بازی نموده بود. بازگشت نوبتی از اجاره را باشد الفونس آرالیا انجام داد پس از آنی که در مادرید از عوض کننده کوردوها بودن مبهوت شده بود، چرا که الفونس 27 ساله در موسم قبلی تنها 9 بازی در کل مسابقه گذرانید و خلاص. رئال آرالیا را برای وفاداری به تیم، کسبیت و رفتار نمونه‌ای در موسم قبلی تشکر گفته برایش کامیابی خواهان است، گفته می شود در پیامک رسمی بلانکوس.
باشگاه لیل باشد با ارزش رکوردی 27.5 میلیون یورو از گنت دومین بهترین نشانزن چمپیونات بلژ دیوید را خریداری نمود. جونی با قرارداد مهلتش تا سال 2025 امضا نموده. خبر داده می شود که گزارش بهره فرانسوی‌ها 27 میلیون یورو ارزش پیدا نموده. 5 میلیون دیگر به طور علاوه پولا پرداخت کرده می شوند. در موسم قبلی این کانادایی 20 ساله 25 گل 18.7 در 27 بازی‌های چمپیونات بلژ کار کرده است. او پس از دیومرسی مبکنی دومین نشانزن در چمپیونات شد. باخت دیویدز نه از حساب شماره گل هاست بلکه در کمبود از گل‌های سفری زده‌اش می باشد. تابستانی پار باشد این نفر با 6 گل زده‌اش بهترین نشانزن جام کانکاکاف گردیده بود. همچنین نیمه‌هایگران فرانسیسکا کلن و دانیل پارهخو رسما والنسیا را ترک نمودند. فوتبالبازان به ویلیارال رفتند و شرطنامه هر دوی آنها با تیم نو 4 سال ادامه می‌یابد. پیشتر باشد خبری پیدا شده بود که ارزش ترانسفری میان باشگاه 20 میلیون را تشکیل می‌دهد. قابل قید است که ویلیارال و والنسیا در یک منطقه اسپانیا جایگیر بوده. پارهخو کاپیتان جانبی لاس چس بود. بنیونتو باشد با گلیک شرطنامه امضا نمود. دسته یک تحت رهبری اینزاگی نوکک به سری آ آمده بود. جانبا شرطنامه مهلتش تا سنه 30 میون سال 2023 امضا نمودند. خدمات مطبوعاتی تیم ایتالیایی که پس از 2 سال به سری آ برگشت نمود از گزارش حمایتگر 32 ساله لهستانی کامیل گلیک اعلان نموده به طور علایده او را معرفی کرد. اینجا باشد رسیدیم به فرجام برنامه امروز. باقی تنصت و خانواد باشید. خیر.